درسته که بامیه پرطرفداره، ولی بامیه که بی زولوبیا نمیشه. سلام رفیق، من آنلاین پزم. کامل ترین و حرفه‌ای ترین آموزش بامیه تو پست قبل هست. الانم با هم زولوبیاشو درست میکنیم به همون سبک. نشاسته گل، ماست، روغن جامد یا کره، زعفرون غلیظ و گلاب رو با هم زن یا لیسک اینقدر هم میزنیم که نشاسته کاملا حل شه و به یه مایع یک دست برسیم. مایع باید نه سفت باشه و نه خیلی شد و به صورت پیوسته و روون پایین بیاد. اگه اینطور نبود و غلیظ بود، قطره قطره آب یا گلاب بهش اضافه میکنیم. روشو میکشیم و 2-3 ساعتی تو دمای محیط بهش استراحت میدیم. وقت آماده سازی شربت باره. اگه شربت بار رو از قبل دارید مثل من، فقط کمی گرمش کنید. اگه هم ندارید که آموزشش توی 2 تا پست قبل هست. درست کنید و بذارید کنار که خنک شه. از مایع توی ظرف سس میریزیم و فقط به همون مقداری که قرار سرخ کنیم نوک قاشق چایخوری جوش شیرین اضافه میکنیم. برعکس بامیه، روغن زولبیا باید داغ باشه. تست میکنیم. اگه سریع پف کرد و بالا اومد، دماش کافیه. اگه نه که صبر میکنیم. زولبیا رو به همین شکل در هم میبافیم و برای یک سایز بودنش یا باید از رنگ استفاده کرد یا ماهیتابه کوچیک. زمان سرخ شدن زولبیا خیلی کوتاه و بلافاصله به مدت 10 تا 20 ثانیه زیر بار میبریم. روی توری میذاریم که شربت اضافیش چکه کنه و تمام. لایک و سیو کن که گمش نکنی و تا دیر نشده واسه دوستاتم بفرست. نوش جونتون باشه.